و معلوم می شود که این ایمان فردا ما را در نزد خدا منزلت میتید. معلوم می شود که 124,000 یک روایت، 360,000 یک روایت پیغمبر برای ما آمده، دانشگاه خدا را آباد کردیند، دانشگاه خدا را راست کردیند. این دانشگاه برای نجات ما آمده. خدا او ساعت ساز نیست که ساعت ساز او در دست کی میغلطه پروا نداره. خدا ما را خلق کرده، نمیخواه که ما در دست ابلیس غلطیم. ای جنس خمان پیامبران الهی را داد. این پیامبران با دلیل های به قوت، معجزات ظاهر و باطن و یارهای مشفق و غمخوار و دلیل های قوی و شریعت استوار خطی ما را به سوی انسان آدمیت دعوت کردند. یکی از همون نفر محبوب خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اون جسم پاک، ذریه پاک، نسل پاک، خون پاک، از پدر پاک، مادر پاک به دنیا آمدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وفات مادرشان تحت کفالت باباشان و عمکی بزرگوارشان ابو طالب نمای یافته بودند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در 6 سالگی بودند که مادرشان در منطقه ابوا واقع بین مدینه و منوره از دنیا درگذشتند. او برای دیداربینی دایه ها و تقاها و بنی عدی بنی نجار رفته بود. در هنگام بازگشت به سوی مکه مکرمه در همین منطقه سیرت ابن هشام جلد 1 صفحه 168 می‌بیاره که در همون منطقه ابوا در یک تبلرزه و گریب از دنیا گذشتند. جناب پیغمبر 6 ساله بودند. جناب پیغمبر 6 ساله بودند، از مادر مهربانشان جدا شدند. در همون وادی، در همون منطقه مادرشان به خاک سپاریدند. قسمتی از علما وصف میکنند در تاریخ‌ها و تاریخ‌های وسیع می‌بیارند که آیه مبارکه قرآن که یعرفون کما یعرفون ابناءهم، ای پیامبر این یهودیا و این مسیحیا و تمام انسانیتی که برای اونها پیغمبر و کتاب آسمانی اومده هست، اونها ترا میشناسند چه خیلی که فرزنداشون میشناسند و ترا میدونند. راوی ها روایت میکنند که عبدالله پدرشان یهودیان زهرالود کرده کشتند که از همین پشت، از همین نسل تازه، از همین ذریه پاک آخران پیغمبر به دنیا میبیاد. چند بار گفته بودم که عبدالله مرد شجاع، قامت بلند، زیبا، همین خیلی انسانی بود که میدیدگی انسان عاشق میشد عبدالله را. همین خیلی زیبا بود. وقتی که به دنیا میبیاید حضرت عبدالمطلب میگه که اگر همین که از زنم بچه کنه در پیش کعبه قربانیش میکنم، نظر خانه خدا میکنه. به دنیا میبیا عبدالله پدری رسول اکرم دیگه خوشرو جوان بوده است. وقتی که همین خیل نیت که میکنن با کلانای قریش میگن نه بیا قرعه پرتایی میکنیم، عبدالمطلب این خوب نمیشود، نخو فرزند قربانی کنی. میگه من نسل ابراهیمم همین نرس کردگیم. قرعه پرتایی میکنن، در قرعه 100 شتر میبیاید. 100 شتر چی میکنن؟ با جای عبدالله قربانی میکنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفتند که من فرزند 2 تا قربانی شده رای خداوم. میگفت کیای؟ میگفت یکم بابام اسماعیل، دوم پدرم عبدالله، هر دوشان در راه خدا قربانی شده بودند. او شام به قربانگاه کشیده شد، این شام به قربانگاه کشیده شد. به عوض او گفته از جنت خدا قشقاری کبوت آورد، به عوض این بابام 100 شتر قربانی کرد. من فرزندی 2 تا قربانی شده در راه خدا. وقتی که میبیای با زن یهودی صحبت میکنن، این زن یهودی صحبت میکنن که بیا با هم ازدواج کنیم، میگم مکه برم از پدرم اجازت پرسم بیام، میگه آخه خیلی بیا بکنیم و میری. روزی نمیشه. عبدالله میبیای که در این حالت آمینه بنت خویلد قدرس بود مادرمان، آمینه را به حضرت پدرشان خواستگاری کردند. آمینه در نکاح عبدالله در آمد. مجموعاً 1 هفته 1 روایت 9 روز زندگی کردن. عبدالله گفت من مدینه منوره میرم برای تجارتام، تستر باز میگردم. اون زن یهودی در وقتی که پیشش رفت، عبدالله آمد. اون دختره که یهودی که تجارت میکرد گفت من آمدم، بیا اکنون ازدواج میکنیم.
تو شرط مونده بودی که من در گپم میستم که این زن گفت که نه برای من تو دیگه در کار نیستی. گفت سبب برای چی در کار نیستم؟ گفت همون ستاره ای که در بین دو کتفت میدیدم همون ستاره دیگه نیست. اون ستاره در بطن آمینه گذشته بود. یعرفون کما یعرفون ابناءهم. این یهودیات را میشناسن چه خیلی بچه‌هاشون هم میشناسن. همون حالت در راه میبیا، در راه یک تبلرزه میشه و میمره. یهودیات در همون وقت جناب پیغمبر در بطن مادرشون 6 ماهن یا روایت 4 ماهن یا روایت در راه میبیا به هیچ میمره. یه زهرش میکنن، زهرآلودش میکنن. بعد از او آمینه مادرمان به وزن میمونه. جناب پیغمبر به دنیا میبیاین. حضرت چیکار میکنن؟ میبیاین در همین وادی با نام ابوا، در همین وادی میبیا، توایاش خبر میگیره بنی نجار همینجا مادرشان هم همینجا در مادرشان هم زهرآلود میکنن. حضرت جوان بود میگه همین تا آمد میگه پنهان تقایاش آوردن. کفالت و کفیلی را کی گرفت؟ عبدالمطلب. عبدالمطلب فرزندای زیاد داشت. بعد از مرگ مادر پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستی رحمت للعالمین به ذمه میگیرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زیر سرپرستی عبدالمطلب کلام میشوند. عبدالمطلب فرزندای زیاد داشته که زیاد از 10 نفر بوده، اما یگان تش رنگ محمد دوست نمی داشته صلی الله علیه و سلم. رسول الله محبوب بودن در پیش باباشون. امکاش میگه رشک میبردن. یگان نبیرش رنگ محمد میگه شیرین نبود صلی الله علیه و سلم. او مردی با حیبت بود. یگان فرزندش در سری زانوی عبدالمطلب یگان مرشتگی نبوده. یگان نبیرش در سری زانوی عبدالمطلب ششتگی نبوده، اما رسول الله میششتیان. مید حق بدیم میگه میششتن، اما امکیاش تلاش میکردن که او را ای سری زانوی عبدالمطلب گیرن. هر بار نیت میکردن میگه عبدالمطلب صدا بلند میکرد چخش نشوی، من بیایا بشینم، چخش نشوی، چخش نشوی. اما پدر بزرگ میگه میگفت کارتون به این نگیره، کار نداشته باشه به این، زیرا که من در چهره این آینده در آدمی بزرگ میبینم، چخش نشوی. روایت سیرت نبوی ابوالفاریس صفحه 101 جلد 2 آوردگی بوده. یک روز میرسد که محمد من بزرگ میشود، یک روز میرسد که محمد من کلان میشود، تمام شاه ها گداش میشود. صلی الله علیه و سلم واقعا حق شد، واقعا حق بود. امروز تمام دنیا در رسول الله شگون کرده. امروز هیچی دنیا ارزش ارزه نداره در پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. آثارخانه های بزرگ دنیا یک دانه موی سرش دارن فخر میکنن. امروز آثارخانه های بزرگ دنیا صلی رسول الله را دارن فخر میکنن. آثارخانه های بزرگ دنیا قاشق رسول اکرم دارن فخر میکنن. حتی یک کاسه آب نوشیش عرضه میلیون ها دلار موندن روزی شدن. امروز هیچ کس به اندازه رسول الله مهربان نیست از زمین. این خیلی بزرگ و آبرومند نیست. حضرت بسیار دوست می داشت. هر کاری را که به پیغمبر وظیفه دار میکرد، پیغمبر همون کار همین خیلی اجرا میکرد که همش خیر و برکت بود. روزی میگن او را به دنبال یک شتر راهی کرد که کمتر دیرتر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن. عبدالمطلب میگه گرد کعبه را طواف میزدن، میگفتن صحیح ربی رد راکبی محمدا رده لی وصنع عندی یدا. در سیره نبویه صحیفه 56 آمدگی بوده است که پیامبر شترکاوی میره و دیرتر میبیا. عبدالمطلب گرد کعبه ده میگه طواف کردن، همین دعا را کردن میگیره. همین چه دعاش؟ میگفته ای پروردگارا سواره و این یاردمچین محمد صلی الله علیه و سلم برای من ساق سلامت برگردان و لطف برای من ارزانی کن. هنگام پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشتن، شترها را آوردن. عبدالمطلب گفت فرزند محمد صلی الله علیه و سلم. امام طبرانی حدیث روایت کرده، حدیث 5524
امام ابراهیم آورده حدیث 130 عبدالمطلب گفت فرزند محمد صلی الله علیه و سلم رنگ زنکا در حق گریه میکنه نگرانم. چه زنک برای بچهش گریه میکنه، زنک را یک کس پایده میسته، اینمی رنگ زنک شدم در حقیقت نگاهت میکنم کجا ده باشی. در صحیح سیره نبویه صحیفه 56 آورده در سین 8 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب از دنیا رفتن، پیامبر به بابا ماندن. این ببینین اکنون والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك و ما قلى. ما ودعك ربك، ما ودعك ربك، وعده ای که در حقیقت رفته هیچ محل خدا تو را ترک نکرده. اکنون بینین که پدر را نمیبینه، مادر را نمیبینه، کلان بابا را نمیبینه. در اینجا خداوند پیامبر تربیت میکنه که مست دنیا و ثروت و مال و اولاد نباشه، بزرگی خدا را قایلش نکنه. که ما کی داریم؟ هممون خدا. باید هیچ که نشویم خدا. در حالت مردنش ابو طالب دستی عبدالمطلب دستی ابو طالب پدر علی را میقبه، میگه محمد وصیتت میکنم صلی الله علیه و سلم تا روزی که هستی چی خیلی بونیش کردم بونیش میکنی، وصیت میکنم. در این مورد سپارش کرد. از آن پس ابو طالب سرپرستی حضرت به عهده گرفت و چنان مهربان بود. سیره نبویه ابوالفاری صحیفه 101 روایت میکنه این یک حکمت های خداوند بود. پیامبر یتیم باشد، تنها باشد، برای که خدا دوست میدونه که فردا کسی گپ نزنه که محمد تو 60 سالگیش من کلام کردم، بهانه نکنن، برای که او را الله به درجه آورد. وقتی که کسی را که در حقش سوره فتح باشه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اکنون امروز دروازه های دنیا را برایت من میکشم. کسی را که در حقش خدا سوره فتح آورده او شکست میخوره. کسی را که 18,000 عالم وعده کرده است که فتح مبینا، اکنون غلبه های آشکار به چشمتان میبینه. خدا رب در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز صلح حدیبیه وقتی که مسلمان ها آمدن از این جانب موسم حج، از این جانب مشرکان آمدن، مسلمان ها را نمیمونن با لباس احرام مکه دراین. پیامبر میبیاید او در این حالت نمیمونه، انمی خیلی بین استادگی هستن. حضرت در این حالت صحابه را فیراد میکنه با نامی که عثمان ابن عفان سیمین خلیفه اسلام. میگه عثمان اکنون تو میری سفیری من با مشرکین گفتگو میکنی. میره و عثمان دیر میبیا، در این حالت خبر میبیا که عثمان کشتیان، خیانت شده، عثمان خیانت کردن. جناب پیغمبر میبیا و در تگ چی؟ در تگ درخت میایستن. بعد از اون میگن ای مردم دوباره بیای بیعت میکنیم، اکنون دست میتیم برای خون عثمان. همه بیعت میته برای ایمان و توفیق، همه بیعت میته برای که خون عثمان بازگردانده شود. در همین حالت میگن ندا میبیا که عثمان زنده اومده است. بعد از عثمان میبیا و از صلح گپ میزنه که حضرت اینا گفته است ما صلح میکنیم با اون شرطی که شما این مثال حج نمیکنید، شرط موندیم. پیامبر اکرم میگه وقتی تنجی آرامی صلح باشه ما ما حج نمیکنیم. امروز اکنون بینه که کی طرفدار صلح تنجیه، اسلام یا دیگر آدم ها. پیامبر حجن ترک میکنه، احرام میبرورم، میگم مایلش من راضیم تنجی باشد از زمین. همین شما تنجی میخواهی؟ ای سال دیگر حضرت حج قرض کردن آمدن، حج قضایی داشتن. وقتی که آمدن صلح حدیبیه ستون مهره تاریخ اسلام های صلح حدیبیه از این جانب آمدن و یا شرط را همش موندن، شرط را همش موندن، شرط های وزبین موندن. کسی اگر به اجازتی پدرش و عمکش و تقاش پیش شما مسلمان ها میروه، او را شما قبول نمیکنید، ما باز میگردونید. جناب پیغمبر گفت مایلش اگر کسی ای شما میکنه همین خیل باز میگردونید. اگر کسی ای شما ای ما
اگر نزد شما بر انمی شرط ها را میمونید. همین خیلی شرط های سخت موندن، همین خیلی پیامبر وضعیت چه تنگ کردن، گفتن که اگر رفت کسی از شما دوباره ناراضگی کرد آمد، شما جواب میتید که مقصد جواب میتید که شما را آیین دینتون جوابگو نبوده. پیامبر هم مرا قبول کردن به جان دین میلش. از سال امی حالت آمدن در همین ورق کلان توافق نامه اکنون باید نام ها نوشته شود. از این نام از مشرکان سهیل ابن عمرو، ابو سفیان ابن حرب همه کلان شونده ها، از این جانب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موافقه صلح می شود. در اولین ورق نوشته می شود از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صلح امضا می شود نسبتی ابو سفیان ابن صخر، همین نماینده های چی قریش. اینا میبیاین میگن نه رسول الله را میگیری، اینمی ما را جنجال برای رسول بودن تای در اینمی نامت میگیری، نامی رسول الله را میگیری، از محمد میمونی. بینن که همیشه انسان های به ایمان، انسان های خدا نتا شرطشان میمونن. آخه میگن همین نامدم میمونه که از محمد رسول الله نه، از محمد توقع میمونه. کی غیرت میکنه در دست خط کورکنه گیره و جوهر گیره نام رسول الله خط زنه؟ کاتب کی بود؟ حضرت علی. حضرت علی میگه دیگه دست من لرزید که من چه نام پیغمبر خط میزنم، که حضرت میگه اومدن قلم گرفتن گفتن با همین شرط صلح میخواه؟ بله. گو من نام رسول الله رو خط میزنم. من علاج کنم شما تینجی خواهی. قلم گرفتن حضرت در هم رنگ تر کردن محمد چمون صلی الله علیه و سلم رسول الله چیکار کردن؟ بالاش هم تاریک کردن. گفتن میله همین تاریک کردن نبود که سوره فتح نازل شد.